باز وقت دستی بریمان خدا گویم خدا جان ما را دادی مادر جان همیشه در پناهت نگاه دارش خدا جان کسی جایت نگیرد مادری جان من میمیرم برایت مادری جان برای من عزیز مهربانی شوم خاکی پایت مادری جان کسی جایت نگیرد مادری جان من میمیرم برایت مادری جان برای من عزیز مهربانی شوم خاکی پایت مادری جان شوم خاکی پایت مادری جان مادر تاج سر من دنیا کشنگ و زیباست وقت هستی بریمان خدا گویم خدا جان ما را دادی مادر جان همیشه در پناهت نگاه دارش خدا جان کسی جایت نگیرد مادری جان من میمیرم برایت مادری جان برای من عزیز مهربانی شوم خاکی پایت مادری جان کسی جایت نگیرد مادری جان من میمیرم برایت مادری جان برای من عزیز مهربانی شوم خاکی پایت مادری جان شوم خاکی پایت مادری جان. سلام علیکم بیننده های عزیز، تماشابینان عزیز ما، مخلصان شبکه شهنام. امروز جمعی تبریکات شهنام در دهه آغلیک عزیز برای تبریک کردن جشن زادروز جمعه گلخاله آمده. یعنی که قزی خاله امروز جشن زادروز خود را 55 سالگی میلادی خود را جشن گرفته ایستادند. میخواهیم امروز بزم زیبا را همراه شمایان به هم بینیم. با ما باشید، با شبکه شهنام ما آغاز میکنیم. رفتیم. سلام علیکم مهمانان عزیز، پدران، مادران، خویش و تبار، نزدیکان جمعه گلخاله، نزدیکان قزی خاله ما، همه شما را به جشن زادروز، به جشن 15 سالگی قزی خاله خوش آمدیتان میگوییم. برایشان یک قرصک میزنیم و نظامات تکلیف میکنیم. قزی خاله مرحمت نزدیکتر بیایید. اعتبار خاله بیایید شما ایمان شما قوت دلشوی شما نزدیکتر استید. مرحمت. بایدش. از این طرف استیش باید. اما و امکای مرد. السلام علیکم. قزی خاله زادروز مبارک. روز تولد را میلاد عمر را برایتان مبارکباد میگوییم. همه سال از سال پیر شود شما جوان میشوید. من امروز 15 سالگی زادروز را جشن گرفته ایستادیم. خدا کند که 120 ساله شوید. همیشه صحت سلامت باشید. در سر فرزندان، در سر مختارکم، نگین اویتین، کلین پاشا، بهار اویتی، صحت سلامت گردید. همیشه سایبانی سر فرزندان شده گردید. مرحمت شما نزدیکتر بیایید. اتماکی مرحمت. نگین اویتی، بهار اویتی مرحمت. بذارتون یا شما. قزی خاله سال گذشته از نام جیرها تبریک کرده بودیم. امروز مختارکم گفتن مادری من، بهشت خاندانی من. از خورده برای من هم پدر هم مادر شده. تا حال مهنت میکردنی زن در چهرهشان من همیشه میبینم برای ما فرزندان، برای فرزندان من هم، برای نبیره هایشان هم فقط مهنت میکنند، مهنت های حلال میکنند. بودگیشان با شکر همیشه صحت سلامت گردن. برای من وقت و تخت و دولت است. ناز ببینم سانم حضور میپرسم اگر خفا کرده باشم
اگر گپا شما ندارم باشه حضور میپرسم. همیشه صحت سلامت گردن در سری ما حاجیانه شوند و در این کاشانه زیبا ما حج آشی ها کنیم. برای مادر چقدر سخن گویم کم است، زیرا که زیخاله مادر یک مادر برای فرزند را به دنیا آوردن با بین هر دو دنیا با ایستاده با یک مشقت با یک عذاب مادر فرزند را به دنیا می‌آورد و شبها از آن خواب شیرین دست کشیده تا صبحی سحر در سر گوهره نشسته الله‌های ناز می‌خواند. امروز باشد برای مادر میگویم مادرم در روز عیدت من چی را سوغا کنم؟ مهر پنهانی دلم را من چی خیلی آشکار کنم؟ گر متا تحفه بگیرم شود آن بی نشان، دسته گل هدیه سازم تیز میگردد خزان. پس چرا در روزی زادروزت تحفه بنمایم که آن ماند از من بهر تو چون یادگاری جاویدان؟ مادرم تحفه بر تو میکنم اشعار خود تا که باشد جاویدان و جاویدان باشد سرود. امروز برای شما قضی خاله چقدر سخن گویم کم است. میگویند سلام بادا به زنهایی که مردند. البته در کوچه و پس کوچه بینیم قضی خاله با یک لب خنده مانند علم و قطار جیانها با ما سلام علیک میکنند، اهل عائله را میپرسند، باز یک عمه ما میباشند. همیشه صحت سلامت گردید. امروز برای شما چقدر تحفه بیاریم، چقدر گنجینه دنیا را پیش پایتان بیاریم کم است. رنج دنیا برکشیدم ارزشی مادر نشد، سیم زر را برکشیدم قیمتی مادر نشد. آنچه خوردم هر لذیذ در تمام عمر خود، لذتی شیری سفیدش قیمتی طلا نشد. صد هزاران صوت و سازی جمع کردن آنقدر، هیچ نوای فارم چون علیه مادر نشد. یکان شاعر نبودگیست که برای مادر شعر ننوشته باشد. الهام بخش شاعران پشت و پناه فرشته خاندان مادران هستند. بار دیگر زیخاله زادروزتان مبارک باشد، همیشه صحت سلامت باشد. گلدسته های زیبا داریم با افتخار شما. مرحمت یک جای تقدیم میکنیم، زادروزشان مبارک باشد. مرحمت. البته شیرینی داریم، جشن زادروز مبارک باشد. یک جای شیرینی را میبریم، کارد و تارد همه چیز تیار نی. مرحمت کاردها را نزدیکتر میبیاریم. سلامت. جان خواهرکم، دل و جان خواهرکم، صندوقچه سیم و زرگران خواهرکم. هر دو خواهران صاحب خلط سفید هستند که من تا این سن و سال به آن خلط یک ذره داغ نگردید. تا حال در خدمت مردم هستند. و سن نفقه باشد هم اعتبار خانه را شب و شبها تا صبح باشد هم دروازه‌شان شده است برای مردم آفرین. اکنون خواهر چخیره که در دیدن خواهر، در دیدن برادر، در چهره آنها شادروان پدر مادر را یاد میکنند. شما از نام خود، از نام گذشتگان باید تبریک بگویید. مرحمت. السلام علیکم مهمانکای عزیز، خداهای محترم. من امروز روزی زادروزی خواهرم تبریک میکنم از نام عائله خدا، از نام همه شما، از نام دخترکم. الهیم سر بدره، سری بچه یکاش با سری نیوراش با سری کلینش پسرش به صحت سلامت گرده خواهرم. میینه تکوی کدگیش راحت شد بینه
همه وقت خدمت خلق را باشه، دایم ساق سلامت باشه. رحمت رحمت از نام جیانها لودمیلا معلمه مرحمت شما تکلیف میکنیم و نگینایتی کنیش ما بیت شما مادر در روز خورسندی باید تبریک بگیم. مرحمت. السلام علیکم مهمانان گرامی، اجازه دهید من امروز بازدروز آنا جانم را بازدروزشون تبریک کنم. آنا جان صد بدرای تبریک میکنم به یک مرتبه سر ما ساق و سلامت کرده همه وقت. السلام علیکم مهمانان عزیز، به درگاه آنا جانم خوش آمدید. من امروز آنا جانم را از فرصت استفاده برده بازدروزشون تبریک میکنم. در جای ما سلامت باشه. مرحبا. مرحبا. معلمان نزدیکتر ببینید. مرحبا. مرحبا. از مهمانان اول رقص بر بله سبات رو بالانس میتیم از این رقص هم خورسندی میکنیم. زادروز مبارک باشد. تزیبات خاله 120 ساله شوید، هیچ وقت مانده نباشد. از نام اهل اولادی شما را تبریک میگیم. مرحبا. سرودهای شیخ بارش مویا. مرحبا.
باز یک روزی غم و شادی گذشت در تلاش قسمت و نام و سنا. بینندگان عزیز، تماشابینان، مخلصان، همراهی آینه نیروگین، همراهی شما خداحافظی میکنیم. امروز قزی خاله را، جمعه گل خاله را در جشن زادروزشان تبریک کرده. خدا کند که در 120 سالگیشان آمده مانند امروز جوان شده گردند و تبریک کردن برای ما نصیب کند. مانند هر روز و هر وقت خود را احتیاط کنید و در پناه خداوند باشید. زادروز مبارک. خدا سلامت باشید.